چند وقتی تو اینستا همه کلی عکس و فیلم از یه منطقه خوشگل و رویایی پست میکنن، انگار که یه تیکه از بهشته. حالا که همه از جاهای مختلف میان مازندران برای دیدن این دریاچه خوشگل، پس چرا ما نریم؟ صبح جمعه به زور شاهینو بیدار کردم و راهی ساری دریاچه الندان شدیم. تو مسیر یه خورده خرت و پرت خریدیم و برای ناهارم جوجه گرفتیم. دریاچه از اون چیزی که تو عکس‌ها و فیلم‌ها نشون میداد خیلی خیلی قشنگ‌تر بود. جالبه بدونید این دریاچه فقط با آب بارون تامین میشه و هیچ رودخونه‌ای به طرفش جریان نداره. خاکش یه جوریه که آب توش نفوذ نمی‌کنه، به خاطر همین این دریاچه همیشه پر آبه. من نمیدونم تو با چیکار کنم. هیچی تا من تو بس. همجا خیلی شلوغه، تا چشم کار میکنه آدم و ماشینه. از اون جایی که جمعه بود و خیلی شلوغ، ما نتونستیم جایی برای نشستن پیدا کنیم و راه افتادیم به سمت یه روستایی به نام سواسره، فکر میکنم اسمش همینه، که توی ارتفاعات قرار داره. خیلی راه پرپیچ و خمی داره و میگن خیلی قشنگه. یه حموم تاریخی هم داره که ما البته نرفتیم ندیدیم. رفت از مکسیم بگیره، دوربین رو نزده بود، اصلا روشن نکرده بود. من از تو خوشم نمیاد. شما بگو بیاد بریم بالا. شب شد، چرا گوشنامه اومدیم یه جایی بعد از پیچ و خم اومدیم رو ابرا، ولی جا نیست بشینیم. گوشنامه. همیشه اگه ویدیومو تا اینجا دیدین یادت نره کانالم سابسکرایب کنی تا بتونی ویدیوهای دیگه من ببینی و برام کامنت بذار، ویدیومو لایک کن، ازم حمایت کن. الان ما بریم پیدا کنیم که غذا بخوریم که برگردیم. این اصلا آب سرده. شب که میرون یه ماشین خراب شده و اینا خواستن کمکش کنن تا اون اول سرشیبی ببرنش. خیلی هم سخت، تنهایی بیچاره داشت حل میداد. جریمه شدیم، پلیس ما رو گرفت. از صبح ساعت 11 ما رو بردن بیرون. هی اینجا وایسیم اینجا وایسیم، نه به ما گوجه و خیار و نون میدن. پنیرم ندارم، گوجه و خیار و نون. 11 الان ساعت چنده؟ 6. هیچی به ما ندادن، گوجه که دارم میمیرم. خدا شکر کنیم باز گوجه من گرفتم. 800 تا جریمه هم شدیم. راه که بودیم
پلیس بهمون ایستاد، بعد یه نیسان جلومون بود، نیسان آبی، بعد نیسان آبی هم وایستاد. و ما گفتیم که خب اون با نیسانه بود دیگه، نیسانه وایستاد، مامون رفتیم. بعد دیدیم پلیس پشت سرمون اومد، اینقدر پیگیر بود، اومد جلوتر بهمون گفت بزن کنار. بعد گفتش که من با شما بودم، با اون نبودم. بعد هرچی هم بهش میگفتیم بابا جان ما اشتباه کردیم، فکر می‌کردیم اون نیسانه وایساد، ما فکر کردیم تو با اون نیسانه بودی. گفت نه بری خودتونی، من این چیزا رو حفظم. بعد دیگه انقدرم بیشور بود اونجا ما رو جریمه نکرد، دوباره گفت سوار ماشین شین، گواهینامه شاهین رو گرفت، گفت سوار ماشین شین برگردید همون جایی که من بهتون ایستادم. اونجا 800,000 تومان به خاطر یه سبقت و اینکه خب وای نستادیم و رفتیم جریممون کرد. کوفتمون شد بیرون.